سلام، خوش آمدید به چینل تاپ وایرال. در این ویدیو قرار است داستان دیگری را به عنوان برگشت رو برای شما بیان کنم. پس تا آخر ویدیو با ما بوده و به خاطر حمایت ما کافی است ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب نمایید. بریم برای شروع داستان. از ازدواج من و رویا 2 سال گذشت. رویا که اندازه جانم دوستش دارم، عشق اول و آخرم است و بالاخره امروز روزی هست که یکی دیگری هم به جمع خانواده ما افزوده می شود. بله، صاحب یک فرزند ناز و شیرین می شوم. بیقرار دم دروازه اتاق شفخانه منتظر بودم. سنم دختر خاله‌ام که قابل از مژده پسردار شدنم را داد. اشک خوشی ریختم و داخل رفتم. سنم هم دنبالم آمد، اما چنان خوش به نظر نمی رسید. ترسیدم پسرم مشکلی داشته باشد یا هم خانمم رویا. سنم که بهترین قابله شفاخانه است، قبل از این که طفلم را ببینم برایم گفت پسر خاله نترسی. نزدیک پسرم شدم. او را در قنداق پیچانده بودند. وقتی صورتش را دیدم قلبم از جا کنده میشد. خدایا، چی میبینم؟ و طرف دیگر هم رویا زار زار گریه میکرد. پسرم که تازه تولد شده بود ریش داشت و اندامش مثل اطفال بود، ولی ریش و موهایش طوری بود که مرد جوان باشد. آب دهنم را قرد کردم و بدون ترس در آغوش گرفتمش. به سنم گفتم چطور ممکن است دختر خاله؟ سنم کمی با نگرانی گفت نمیدانم، چون این اتفاق را تازه دیدم. گویا خیلی هوشیار و زیرک است. این طفل حتی وقتی او را در قنداق پیچ میکردم خودش کمک میکرد. از چیزهایی که سنم میگفت میهراسیدم. بعد از ظهر سنم بعد از تمام شدن وقت کارش من و طفل را که در برغر رویا بود را تا خانه رساند. حتی به طرف اولاد خودمون هم نگاه نمی کردیم. به مجرد که داخل خانه شدیم، طفل ما را در اتاقی که به هزاران امید آماده کرده بودیم بردیم و بالای تخت خواباندیم. با سنم و رویا نشستیم. با خود گفتیم شاید سنم راه چاره‌ای داشته باشد. آخر او قابله مشهوری است و در ضمن در همین جوانیش بیشتر از سن و سالش فهمیده است. از او خواستیم راه چاره‌ای بیندیشد چطور به مردم و قوم چنین طفل را نشان بدهیم. سنم گفت شاید با بزرگ شدنش موهای اضافی بدنش شروع به تکیدن کند. تا آن زمان صبر کنید. ما هم چاره‌ای به جز این نداشتیم. سنم گفت با اجازه تان من دیگر میروم. رویا هم خوابید. سنم را تا دم دروازه بدرقه کردم و او هم رفت. بعد رفتنش دروازه حولی را بسته کردم. تا از پیش دروازه اتاق به سرم گذشتم، گویا صدای خنده‌ای به گوشم می رسید. گوشم را به دروازه چسباندم تا بهتر بشنوم که صدای خنده یک مرد می آمد از داخل اتاق طفل نوزادم. خنده‌ای که گوشم را به وسوس در آورد. از بس وحشتناک بود از دروازه فاصله گرفتم و با یک حرکت داخل اتاق شدم. صدای خنده خاموش شد و طفلک آرام در جایش خوابیده بود. دوباره از اتاق بیرون شدم که صدای خنده دوباره آمد، مثل این که مرا به تمسخر گرفته بود. دروازه اتاق بر رویم خود به خود باز شد. این کار باعث شد که تمام موهای بدنم سیخ شود از ترس. آهسته و با قدم‌های لرزان داخل شدم. کسی پشت تخت طفل بود. آهسته آهسته به سوی پشت تخت روان شدم تا ببینم کیست. صدای شر و شمله از پشت سرم می آمد. با عجله رویم را که گشتاندم که رویا در مقابلم ایستاد بود. گفت چرا چی شده اینقدر ترسیده ای؟ با لکنت زبان گفتم. صدای خنده می آمد. رویا گفت چیز نیست شبیر جان و هم زهده شدی. این قسم نگو طفل را می ترسانی. پشتم را که دیدم طفل آرام خواب بود. با رویا در اتاق خود ما رفتیم. گفتم تو چرا کم استراحت نکردی؟ رویا گفت نمیفهمم، خوابم نبود. رویا یک چیز میگم. چند دقیقه پیش صدای عجیب شنیدم، گویا کسی بالایم خنده میکرد. بعدش هم احساس کردم پشت تخت کسی هست. تا میخواستم ببینم تو آمدی. رویا میخوای چی بگویی؟ اوف، نمیفهمم که چی شده روان است. همش از خستگی و توهمت است. کم استراحت کو خوب میشی. موضوع طفل سخت بالای روحی ما تاثیر کرده بود. آخر مگه ممکن است یک طفل مثل انسانهای بزرگ سال متولد شود؟ از شرم حتی به کسی نشان داده هم نمیتوانستیم. شبیر هم که چیزهای حقناق میگفت و بالاخره خوابش بود. شام شده بود و رفتم آشپزخانه تا برای شب چیزی برای خوردن پخته کنم. سگ همسایه صدایش سخت ما را اذیت کرده بود. سگ ظالم دارن. کلکین آشپزخانه را بسته کردم و صدایش را نشنوم. جالب بود که طفل اصلا گریه نمیکرد و گرسنه هم نشده بود. تا حالا این موضوع عجیب مرا به شک میانداخت. برای شب برنج پخته کرده بودم. دسترخوان را چیدم و آمدم تا برنج را ببرم.
وقت بشقاب برنج را گرفته بردم، دسترخوان هموار کرده بودم، نبود. ترسیدم که یک باره‌ای چی شد. بشقاب را گذاشتم آشپزخانه، رفتم که یک دسترخوان دیگر بیاورم، اما دیدم که دیگر مشقاب برنج در آشپزخانه نیست. پاهایم سستی کرد. دویده به سالن رفتم. بشقاب برنج که چند لحظه قبل همینجا گذاشتمش هم نبود. خود را دلداری کردم که شاید سگ همسایه برده باشد. آخر همیشه این کار را میکند. اما اصلا چرا من ندیدم؟ شبیر که از خواب بیدار شد گفت چیزی برای شب پخته نکردی؟ همه ماجرا را برایش قصه کردم و گفت حتما سگ همسایه برده است. صدای سگ همسایه ما هم خاموش شده بود. سرگرم غذا خوردن شده بود شاید. رفتم اتاق طفل که هیچ صدای گریه‌اش بیرون نمیشد. بالای تخت نشسته بود، درست مثل انسان‌های بزرگ. تا مرا دید دهنش را پاک کرد، انگار چیزی خورده باشد. نزدیکش رفتم، به طرف دهنش دیدم خونالود بود. با شکاکی نگاه کردم که شروع به خنده کرد. از خنده هایش می ترسیدم. صدای دلخراشی داشت. از اتاقش فرار کردم. طفل یک روزه مگر نشسته و خنده می تواند؟ نفس زده دنبال شبیر گشتم اما نبود. یعنی کجا رفته؟ بسم الله گفته داخل اتاق رفتم. خودم را زندانی کردم. خدایا من چی به دنیا آوردم؟ نکنه چیزی پلید زشت به دنیا آوردم. خدایا بر تو پناه میبرم. دروازه حویلی تک تک شد، اما کجا جرأت بود دروازه را باز کنم؟ 10 بار اسم خدا را آورده تا حویلی را رفتم و دروازه را باز کردم. همسایه پهلو بود، سراغ سگشان را گرفت. تعریف کردم غذای دسترخوان ما گم شده است، حتما سگ شما او را با خود برده است. در همین اثنا شبیر هم با پاکت به دستش از بیرون آمد. همسایه که رفت گفت همسایه چرا آمده بود؟ گفتم سگشان گم شده بود. خب تو کجا بودی؟ یک دفعه گم شدی شبیر. شبیر گفت شب را همین قسم گوشنه تیر کرده نمیتونستیم، رفتم یگان چیز از بیرون خریدم آوردم. با هم داخل رفتیم و باز هم موضوع را برای شبیر تعریف کردم. اشتیای خوردن ما هم از بین رفت. همین طور برایش گفتم که من از این طفل خیلی میترسم، چون گریه نمی کند، پس دلیلی ندارد که دیدنش برم. اگر راستش را بگویی من از او میترسم. شبیر که سخت فکرش مغشوش بود گفت یک بار همین شب بگذرد، یک دکتر لایق را میشناسم، شاید دکتر بفهمد مشکل چیست، یا هم نزد یک ملا میرویم. شب هم خواب شدیم و صبح شد. از خواب بلند شدم، دیدم قاب عکس ازدواج من و شبیر را کسی شکسته است و در این خانه جز ما 2 نفر هم کسی نیست. مگر این کار را کی کرده؟ دیدم شبیر کنارم نیست. از اتاق بیرون شدم تا ببینم کجا هست. دهلیز عجیب بوی بد میداد. حالم به هم میخورد از این بوی بد. نمیدانم سرچشمه این بو کجا بود. سرم را از کلکین بیرون کردم. زن همسایه در اولیشان بود. صدا زدم امروز اصلا صدای سگتان نمی آید، پیداش کردین یا نه؟ صدا کرد نخیر رویا جان، پیدا نتوانستیمش. رفتم تا دست رویم را بشویم. از پیش دروازه اتاق طفل گذشتم. بوی گندیده‌ای می آمد. از بس بد بود که به تنگی نفس افتیدم. اما از ماجرای دیشب می ترسیدم. اما باز هم سد دل کرده آهسته دروازه را باز کردم. از فاصله دروازه شنیدم صدای چلپ چلپ دهن می آمد، گویا کسی چیزی را میخورد. وقتی با دقت نگاه کردم کسی با لباس سفید غرق در خون، چهره وحشتناکی داشت که گوشت میخورد، گوشتی که خیلی بوی بد میداد. تا مرا دید ناز اشوه میکرد، مثل که شرمید و هیر به خنده افتید. 2 پای داشتم و 2 دیگر قرض گرفته چنان دویدم پشت سرم را هم نگاه نکردم. در بیرون از حولی بالای زمین نشستم. هر رهگذری که میگذشت نظر به حال ترسیده من میکرد. خدایا نمیدانم چی جریان دارد، اما خودت حامی و مراقب ما باش. کسی دستش را روی شانه‌ام گذاشت که از جایم پریدم. دیدم شبیر آمده. تا دیدم دستش را گرفتم محکم. با ترس گفتم کسی داخل اتاق است. در اتاق طفل یک چیز بسیار وحشتناک است. شبیر جان لطفاً به گپم باور کن. او سگ همسایه که گم شده بود نی او را خورده راهیست. شبیر بیخیال حرفهایم غمگین و شکسته در روی زمین نشست. گفتم چی شده؟ با ناراحتی گفت همسایه پایین فوت کرده دیشب. خیلی از این بابت متاثر شدم. کنارش نشستم. گفتم چطور؟ همین چندین روز قبل دیدمش، حالش کاملا خوب بود. میگن جن زده شده. نصف شب از خانه بیرون شده و زیر درخت انجیر صبح مرده‌اش را پیدا کردن. هم من و هم شبیر هر دو میدانستیم که این اتفاقات تصادفی نیست و کاسه زیر نیم کاسه هست. هر دو از اقرار نزد همدیگر که کسی، یا بهتر بگویم چیزی در این رخدادها دست دارد، استخوان‌های ما به لرزه می آورد. ترس و وحشت نمیتونستیم داخل اتاق خود ما هم برویم، نه هم جای بر رفتن داشتیم. بعد از دیدن چیزهای امروز دیگر درد ما را دکتر هم نمیتونست دوا کند.
باید چاره بهتر از دکتر میسنجیدیم، اما چطور و کی حرف ما را باور میکند؟ من و شبیر خیلی با هم صحبت کردیم و درمان ما فقط نزد یک نفر است: سنم. او دختر توانا، جسور، با ایمان، راسخ و خداپرست است. قبل از مراجعه به هر ملا و مولایی باید با او مشوره میکردیم، اما مرگ همسایه پیش قدم تر بود. مرد بیچاره فقط یک پسر 16 ساله دارد. بعد از فوت زنش، پسرها و دخترهایش همه دنبال زندگی خود رفتند. حالا این مسئولیت انسانی ما بود تا در این روز تدفین وی اینجا حضور داشته باشیم. خانه را به امان الله سپردیم و در مراسم وفات همسایه ما کاکا شریف شرکت کردیم. شبیر: صبح ملازان خواب بودم که صدای گریه پسر همسایه آمد. از کلکی نگاه کردم، همسایه ها جمع و جوش دارند. از اتاق بیرون شدم، حولی ساکت بود، اما در درخت یک طناب انداخته بود و گاز ساخته بودند و با خود گفتم این کار کیست؟ گازک هم خود به خود تکان میخورد و صدای تکان خوردنش اذیتم کرده بود. نزدیک رفتم و با دستم گاز را آرام رو کردم تا روی برگرداندم بروم. باز هم شروع به تکان خوردن کرد. راهم را گرفتم و میخواستم بروم. یک سر بیتن پیش پایم افتید. از بس ترسیدم چشمهایم از حلقه سرم پایین میافتید. یک کلی خر بود غرق در خون. هر چی صورت یاد داشتم آن لحظه در ذهنم خطور میکرد را خواندم و با قدمهای بلند از حولی به اتاق رویا رفتم. رویا آرام خوابیده بود و با خود گفتم اگر رویا را بیدار کنم خیلی بد میشود. در این گل صبح آن طرف هم داد و فغان پسر همسایه میآمد. قرآن شریف کوچک را در دستم گرفتم و بیرون شدم. تا طلوع آفتاب خانه همسایه بودم. کاکا شریف بیچاره که چند سال با ما همسایه بود به درگاه حق پیوست. پسرهایش همه در خارج از کشور بودند. وقتی از مرگ پدرشون خبر کردیم گفتند که اگر خیلی زود برسند سر جنازه تا 2 روز دیگر. تصمیم گرفتیم که کاکا شریف را دفن کنیم. ظهر که شد جسد را من و 2 همسایه ما گفتیم که شستشو بدهیم و بعداً کفن پوش کنیم. مرده را برهنه کردیم و شروع به شستن کردیم. جواد و صالحی که با من کمک میکرد چون بار اول بود مرده را میدیدن حتی جرأت نداشتند به کاکا شریف دست بزنند. من گفتم شما بروید و پدرتان را صدا بزنید. قبول کردند و رفتند تا پدرشان را صدا بزند. من هم که همینجا تک و تنها ماندم یک باره جسد کاملا کبود و غرق خون شد. از جایم پریدم و تا ایستاد شدم از بند دستم محکم گرفت. شروع به جیغ فریاد زدن کردم. هر چی میکردم رهایم نمیکرد. قهقه میخندید مثل این که مرچه به دم فیل افتیده باشد. راه فراری نداشتم. با چشمانی که اصلا سیاهی نداشت و خون میچکید خطاب به من کرد و گفت هیچ راهی فرار نیست. به آخر خط رسیدین، تو و خانمت رویا. الله اکبر گفته به بیرون دویدم که جواد پیش رویم ایستاده بود. گفتم جواد در داخل، که دیدم جواد کف پاهایش برعکس شد. فریاد زدم با صدای بسیار خوفناکش زمزمه میکرد من آمدم، وای وای من آمدم. روی سقف راه میرفت و با پاهایش محکم میزد. از آنجا فرار کردم. خلاصه در کوچه رفتم. همه مردم به سوی من میدیدند. من غرق در حرق بودم. همه میپرسیدند چرا چی شده، اما نمیتونستم حرف بزنم. زبانم یاری نمیکرد. تمام جانم میلرزید. رویا آمد نزدیکم نشست. گفت چی شده شبیر جان، چرا لال شدی؟ هیچ پاسخ به سوالاتشان نداشتم که سنم خودش را رساند تا مرا دید. آرنجم را گرفت. گفت بیا پسر خاله، بیا همرایم. او جلو و من دنبالش. رویا هم به دنبال من. تا نزدیک دروازه خانه ما رسیدیم. چیغ زدم مرا در آن خانه نبر سنم، بلیاز خدا. سنم گفت نترس شبیر جان، کجا فرار میکنی؟ از خانه خود. اینجا خانه توست، پناهگاه توست. من کنارتان هستم. دوباره داخل خانه منحوس ما شدیم. احساس میکردم این خانه و حولی مرا مثل آهن ذوب میکند. از درون مرا ترس میخورد. سنم آشکار بود که ماجراهایی است که من از آن بیخبر آمده بودم تا طفلشان را ببینم. وقتی میخواستم داخل خانه شان شوم دروازه باز بود. این خانه بوی پلید و شیطانت میداد. آیت الکرسی که در گردنم آویزان بود را محکم در مشتم فشار دادم و بیرون شدم. از آنجا که فاصله گرفتم سوره الناس را خواندم. چی بوی کثیفی حس میکردم در خانه پسر خاله‌ام. متوجه هجوم مردم در پایین‌تر شدم. از مردم پرسیدم. گفتند که یکی از اهالی فوت شده است. من هم آنجا رفتم. مردم جمع و جوش داشتند. من هم به خاطر مرگ شریف کاکا ناراحت شدم. رویا را پیدا کردم اما حالش آنچنان خوب نبود. برایم همه داستان را از الف تا یا گفت.
بعد شنیدن در تعجب افتادم، من که تا امروز نه به جنیات، شیطان، روح و هر آن چیزی دیگر عقیده‌ای نداشتم. آن لحظه فقط به حرفایش گوش دادم، ولی باورش برایم دشوار بود. در همین حال و هوا بودیم که شبیر مثل دیوانه ها جیغ میزد، در حالی که پایش بند بند میشد. از اولی به بیرون گریخت. رویا اول دنبال شبیر دوید و من هم دنبالشان. رنگ و رخ شبیر کاملا پریده بود و با اصرار زیاد قانعش کردیم تا به خانه‌اش بگردد، اما حرف نمیزد. من هم در این میان حرف اضافه نکردم. شبیر را به اتاقش بردم و با خواباندن رویا از اتاق بیرون شدم. رویا از اتاق طفل میترسید. گردن رویا را دیدم که اسم الله در آن نوشته است. گفتم هیچگاه و در هیچ شرایطی این را از گردنت بیرون نکن، وگرنه اتفاقات رخ می‌دهد که خارج از کنترل است. دفعتاً صدای فریاد کسی از اتاق طفل بیرون می آمد. رویا چنان ترسید که عقب ماند پنهان شد، انگار کسی را شکنجه می‌کردند. همین طور یک صدا بود. دستبندم را زود گرفته در دست راست شبیر بسته کردم. رویا هم پا به پای من بود و گریه و زاری میکرد که ما را از این خانه منحوس بیرون ببر، اما بیرون رفتن مفاد نداشت، چون هر جا می رفتیم همین وضعیت تغییر نمیکرد. برای رویا یادآور شدم که تا زمان اسم خداوند متعال نزدیکت باشد، او کم قوت است، اما ممکن اشیای دیگر را وسیله قرار بدهد. پس به هیچ عنوان وقت آفتاب غروب کرد از اتاق بیرون نشد، چون در روز طبق معلوماتی که کردم قدرتشان نصف می شود. باید چاره‌ای می اندیشیدم. شاید شهیدی چیزی و یا مهمان ناخوانده کسی شده بودند، اما آنها 3 سال از اینجا به سر میبرند. از آن زمان که سمیر برادر شبیر پسر خاله هم ناپدید شد، او آنچنان که اصلا نبوده غیب شد و کسی از او خبر نیافت. سپس غم و اندوه اولاد خاله هم را نابود کرد و چند ماه بعد فوت یافت. همه میگفتند سمیر قمارباز و شرابی بود، اما من با چشم خودم ندیدم، چون 7 سال قبل من افغانستان را ترک کردم. برایم بورسی عربستان آمده بود. یکی از استادانم را که در افغانستان بود را زنگ زدم. او مولای بزرگ و دانایی بود. خیلی اصرار کردم، ولی با همه مصروفیت‌هایی که داشت گفت تا 1 هفته نمیتونم بیایم، اما یکی از شاگردان خوب و لایقش را برای کمک برای ما میفرستد. امیدی نداشتم، اما اگر خودش بود خیلی خوب بود. از شاگردش رد و امید نداشتم. هوا هم رو به تاریکی بود، نمیتونستم این 2 نفر را تنها بگذارم و از طرف دیگر نمیدانستم چی جریان دارد و با چی چیزی روبرو هستیم. رویم به طرف کلکین درخت انجیر را نگاه میکرده. ریسمانی که در آن آویخته بود، درختی که 2 سال از عذابهای ما را یادآور می شود. در همین فکر بودم که دفعتاً صدای صنم آمد. مرا صدا میزد. از اتاق بیرون شدم. راه مخالف دروازه دهلیز صدایم میکرد. شام شده بود. گروپ را روشن کردم و دنبال صدا رفتم. صدا زدم صنم. زیر درخت انجیر خانه ما که رسیدم، بالای گاز کسی نشسته بود، گاز میخورد. لباسهایش سفید بود. گفتم صنم تو صدایم کردی؟ گفت ها، منتظرت بودم. اینجا جایی است که رازهای خود را دفن کردی. تعجب کردم. گفتم تو چی؟ گفتم میری صنم. سرش پشت سر تاب خورد. تا چهرهش را دیدم زهره کفک شدم. چشمهایش خونالود بود. این صنم نبود. جیغ زدم صنم. پا به فرار گذاشتم تا دهن دروازه سالن. پشتم را دیدم که چیزی نبود. وقت مقابلم را نگاه کردم. بیخ گوشم با آن چهره شیطان مانندش ایستاد بود. شروع کرد به روی نوک انگشت پایش قدم میزد. آیت الکرسی را خواندم که صنم رسید. قرآن مجید در دستش بود و با تمام شجاعت پیش کرد و اسم خدا را که آورد خبیث شروع کرد به گریه و میگفت ساکت شو لعنتی. چیغ میزدم و گوشهایم را محکم میگرفتم. میز چوبی در کنج سالن بود. دفعتاً بلند شد و به سرم خورد و بیهوش شدم. چشمانم را که کم کم باز کردم، صدای تلاوت قرآن عظیمشان می آمد. صبح شده بود و صنم رویش به سوی قبله بود و تلاوت میکرد. تا دید به هوش آمدم، قرآن را بست و گفت حالت چطور است؟ شروع کردم به گریه. شبیر هم کنارم بود و بیدار شد. گفتم چی کار کردیم مگر که با ما چنین می شود؟ حتی اگر به کسی بگویم هم بالای ما رشخندی می کند. چطور خواهد شد؟ صنم، 1-2 روز لو این نحسی ها را بگیری، یعنی اگر تو نباشی و ما از ما غافل شوی چی خواهد شد؟ دروازه حویلی تک تک شد. از جایم بلند پریدم. گفتم خدایا خیر. صنم گفت آرام باشین، خداوند حافظ و نگهدار ماست. صنم اول و ما 2 تا به تعقیبش از خانه بیرون شدیم. صنم
دیشب که داشتم نماز می‌خواندم صدای جیغ و فریاد رویا گوشم آمد. از اتاق بیرون شدم. با چیزی که مواجه شدم یک انسان نبود، اما ترس را کنار گذاشته و با خواندن قرآن شروع کردم و از بس قهر شد میز را پرتاب کرد به سمت رویا. رویا به زمین افتاد، همزمان آن شیطان هم غیب شد. تا صبح از بالای سر هر دویشان تکان نخوردم. حالت رویا و شبیر که کار بود که جریان داشت خدای متعال می‌داند. وقتی یکبارگی دروازه حولی تک تک شد، رویا ترسید. من اول و آنها دنبالم. دروازه را با ذکر اسم خداوند باز کردیم. کسی معلوم نمیشد. رویا گفت باز آمد الله و گریه کرد. دروازه را بسته کردم که دوباره تک تک شد. رویا و شبیر هر دو بالای زینه نشستن. از ترس دروازه را بار دیگر باز کردم. با یک مرد کله به کله شدم. یا خدا گفتم، خدا را عقب کشیدم. مرد عجیبی بود، با آن لباسهای سفیدش و کلاهش. جوان بود که میان ریش سیاه و موهایش جذابیت خاص نهان شده بود. من همینطور کنجکاو میدیدم. گفت حتما تو خودت جندی هستی. گفتم چی؟ ها دیگه مرا ببین، از جندی پرسان میکنم جندی هستی یا نه؟ معلوم دار که خودت هستی. حالا حوصله این را نداشتم دیگر. گفتم دیوانه اصلی تو هستی که بدون اجازه داخل اولی شدی و هر طرف نگاه میکرد. شبیر و رویا تا این پسر دیوانه را دیدن طرف همدیگر نگاه میکردن که این کیست. گفتم به تو کی اجازه داد داخل شوی؟ نمیفهمی قبل از داخل شدن به خانه کسی باید اجازه بگیری؟ گفت اوهو مگه سوار ویز نکو، خودتان زنگ زده بودین که مچم خانه ما جن داره بلا داره، باز حال یک قسم رفتار میکنین. شبیر و رویا تعجب کردن. گفتن ما چی وقت زنگ زدیم؟ پسر دیوانه به سوی من دیده گفت جن حتما امی از خیر. چقدر پرویی هستی نام خدا. من به مولوی سبحان الدین گفته بودم که دیروز خودشان بیاین، اما او گفت شاگرد خود روان میکنم، نگفته بود دیوانه را روان میکنم. به چشمهایم نگاه کرد. گفت دیوانه نگو که خودت دیوانه میگم. ازت گفتم دیوانه. خنده کرد. گفت بز لجباز. از حرکت خودم شرمیدم که این چی رویه است که کردم. گفتم کم لیاقت داری نداری که ما ناق خوش تو نباشیم. رویش را به سوی اولی کرد. گفت مولوی صاحب در مورد همه چیز برایم گفته، تشویش نکنین. کار کنم که این روح هست، بلاست، جنت، شیطان است، خلاصه هر چیز است چنان گم شود که اگر برش عذر هم کنیم پس نیاید. گفتم بار اول که دروازه را باز کردم یک دفعه کجا گم شده بودی؟ گفت پیش پزک. بکس کالای خود را در موتر فراموش کرده بودم، او را آوردم. بدون هیچ حرفی بکسش را گرفته داخل خانه رفت. رویا نزدیکم آمد. گفت واقعا امی او شیطان را از این خانه گم میکنه؟ این خودش دیوانه است، بخیال مزالی آباد آمده. چی بالا؟ گفتم تشویش نکن، من خو هستم نی، شما برین داخل، ما میایم حاله. شبیر گفت پیش او لوده بریم؟ با قهر گفتم بله، کارهای دیگر هم داریم. ناچار شدن رفتن. من هم به مولوی سبحان الدین زنگ زدم. گفتم واقعا که ای صاحب خودتان خو نامدین، باز یک نمونه خود روان کردین که ایشان گفتند در قوارش خیلی پیش نرو، بسیار لایق است، فقط بالاش به کارهای شتامات کنین. او دیوانه از من هم کرده، لایق است، کم نیست. موبایل را قطع کردم. گفتم خدایا خودت صبر بده. وقتی رویم را گشتاندم باز هم مقابلم این پسر دیوانه را دیدم. از وجود یک باره‌ایش ترسیدم. کمی پشت سر آمده. گفتم میکوشی از ترس دیوانه خدا؟ گفت که اولش خود همین نام دیوانه نیست، هموطنم نام رضوان است. دومن بیا نشانم بده. چی را او دیوانه؟ منظورم رضوان. کجا را نشانت بدم؟ برج خلیفه را. دیگه کجا؟ نزدیک آمده چشمهایش را بزرگ کرد. گفت اتاق وحشتناک نشان بده دیوانه. گفتم حال قلبکت استاد نشه، بز لجباز، در تمام قومیت مثل مواره آدم شده پیدا نمیشه، قدم پیش بان. خب من حول و او پشت سرم آهسته دروازه اتاق طفل را باز کردم. طفل بگویم شاید خنده‌دار باشد، او که قدش اندازه طفل، کارهایش اندازه شیطان. امان که شب مثل روح شد. این کار ما مهمان ناخوانده او شده بودیم که صدای جیغ رویا را شنیدیم. خبیث از گوشه چشمش ما را نگاه کرده با آن صدای خوفناکش گفت نمیرم، هیچ جایی نمیرم. دوتا را نبردیم که اگر شما هم مداخله کنید شما را هم میکشم. رضوان دویده رفت تا ببیند رویا را چی شده که اینچنین فریاد زد. تا آن بر را نگاه کردم. روح سرچپه روی دیوار بود. گفت از اینجا گم شو، برو، هیچ مداخله نکن، تو چیزی نمیدانی، گم شو. دنبال رضوان رفتم. رویا بالای زمین افتیده بود. با شیشه های کلکین بالای شکسته بود. با کمک رضوان و شبیر او را بلند کرده و بالای تختش بردیم. شبیر سخت نگران صحت رویا بود. شروع کرد به گریه و زخمهایش را مداوا کرد. رویا بیهوش شده بود. رضوان به سوی من دید و من به سوی او. کتابچه اش را از جیبش در آورد و برایم فوراً چیزی را نوشت و کتابچه را در دستم داد. نوشته بود باورم نمیشه که با یک شیطان در یک خانه زندگی میکنه. در پاسخ نوشتم نخیر شیطان نه، بلکه یک روح جوان دنبال شبیر و رویا آمده
تا او دوتا را با خود ببره. از حرفهای امروزش آشکار بود چیزهایی است که ما دوتا نمیدانیم. طبق گفته های آن کثیف که حتی نمیخواهیم نامش را به زبان بیاریم، او روح کسی است. رویا و شبیر موضوعی را پنهان میکنه. 100% یقین دارم. دادم رضوان خان دوباره نوشت حق داری. این روح کسی است که برای انتقام طفلشان به دنیا آمده است. برای پوره کردن مقصدش، تا مقصدش پوره نکند جای نمی رود. با گفته تو رازهایی است که من و تو بیخبریم و تا نفهمیم چیزی نمیتونیم. میپرسیم تا بفهمیم. کوشش میکند با اذیت و آزار بندی که اسم الله نوشته است از گردن رویا دور کند. به هیچ وجه اجازه نمیدهیم او را دور کند. تا این را خواندم به اشاره سر گفتم اجازه نمیدهیم دورش کند. دفعتا دروازه حولی تک تک شد. گفتیم که امروز چقدر دروازه تک تک شد. خدایا خیر. خدا گفته رفتم تا بازش کنیم. وقتی رفتم و باز کردم زن همسایه بود. سلام علیکی کردیم. گفتن بچه مبارکی آمدن. من نفهمیدم حالا چی بگم و آنها هم فرصت حرف زدن ندادن و داخل آمدن که یک باره رضوان هم بیرون شد. وقتی همسایه ها او رو دید تعجب کردن. گفتن صنم ای کیست؟ ماندم چی بگویم. آوردمش که از خانه روح را بیرون کند که یکیشان گفت حتما شوهرت است. زبانم بند شد. راستش کمی شرمیدم. رضوان هم از شرم سرش را پایین انداخت. خاله گفت ماشاءالله شما رو تا چقدر زوج عالی هستن. صنم جان واقعا ذوقت عالی است. بدون حرفی بردمشان اتاق مهمانسرا. گفتم رضوان اگر مشکلی نیست تو اینجا پیش میمانها بشین، من میرم که چای بانم. رضوان گفت مشکل نیست راحت باش. خال نظیره همسایه گفت رویایشان کجاستن؟ به سوی رضوان دیدم. رضوان گفت رویا که مریض است. خودتان میفهمید تازه طفل به دنیا آورده. از خاطر همین وقت میگیره که خوب شود. شبیه لالا هم بازار رفته کمی کار داره. رفتم تا چای آماده کنم. چاینک را بالای گاز گذاشتم و گلاس ها را آماده کردم. تا این طرف دیدم که آتش گاز خاموش شده. گاز همین طور می رود. برخطا شدم. گاز را قید کردم. اگه کم غفلت میکردم نزدیک خانه آتش گرفته بود. دفعتا سطل آشغال را شروع به تکان خوردن کرد که خیلی ترسیدم. همینطور تکان خورده میرفت. آب دهنم را قورت دادم. نزدیکش رفتم. در حالی که از سر دستم میلرزید دستم را پیش کردم تا دهنش را باز کنم. آهسته دهن سطل را باز کردم. سر آدم در میانش تکان میخورد. تا دیدمش خودم را پس کشیدم. جلوی دهانم را گرفتم تا فریاد نزنم. روی زمین آهسته آهسته خودم را پس کشیدم. به دیوار رسیدم. صدای خندید. سر بدون تن را خوب میشنیدم. گفت برو از اینجا اگر نه تو هم میموری. کمکشان نکن. رضوان خودش را رساند را که ترسید روی زمین دید. گفت چی شده؟ با لکنت گفتم او داخل سطل کسی است. سطل را که دید چیزی نبود. گفت بلند شو از روی زمین صنم. عجایب بلند شدم. رضوان گفت چای هم نماند تا هنوز اجاق را روشن کرد. گفتم خدایا خودت رحم کن. رضوان گفت تشویش نکن همه چیز خوب خواهد شد. امشب مراسم بیرون کردن روح را شروع میکنیم و این لعنتی را برای همیشه به جای که لیاقتش داره روان میکنیم. اما هنوز چیزی نمیدانیم. رویا و شبیر را راز را مخفی میکنن. اول باید بگوییم تا ما موفق شیم روح را بیرون کنیم. رضوان گفت راست میگی. چای جوش کرد. بردمشان تا به میهمانان ببریمشان. تا دهلیز رسیدیم. صدای چیخ و فریاد زنهای همسایه آمد. رضوان از دست پرتون چای از دست مفتید زمین شکست. رضوان اول و من دنبالش دویدم به سوی اتاق میهمانها. وقت داخل شدیم همشان ترسیده بودند و پراگنده شده بودند. هر گوشه اتاق روح لعنتی با قهقه در وسط اتاق رو پا نشسته گوشت خام میخورد و میخندید. با حرکات جالبش گفتند گم شوین از اینجا، برین شما را نمیخواهیم. همسایه ها به نوبت فرار کردند و رفتن. از همین داخل از بیرون صدای ترسیده شان به گوش می آمد. ناخن اشارهش را بلند کرد. گفت شما دوتا هم گم شوین. به خصوص رضوان تو خانه در پروان از خواهر سکینه خانم خانه از 2 دختر داره. من همه چیز در مورد میفهمم. کدام تا زنده نیمانیم. رضوان گفت درست گفتی خبیث. رویش را به سوی من کرد. گفت صنم بنت یاسر بنت قیاس بنت هاشم بنت شمس بنت قدرت بنت آجی سنا بنت سمی. من نام 7 پشت تو را میفهم. گفتم تو کی هستی؟ قصد چی است؟ کدام هدف نیمه مانده برگشتی؟ گوشتش را آن طرف پرت کرد. با قهر شروع کرد به چیک چیک کردن دندانهایش. گفت دندانهایم بارین به او دوتا. رضوان گفت کدام دوتا؟ گفت او دوتا بی اخلاق لعنتی بی شرف. اگر نامشان را روی نان نوشته کنی سگ نمیخوره. سگ. اونا قاتل هستند. قاتل. از این که گفت قاتل هستند یعنی رویا و شمهایم از کاسه سرم در آمد. واقعا آنها قاتلند یا این شیطان دروغ میگن تا ما اینجا را تخلیه کنیم. گلویم سخت درد میکرد. سرفه هم گرفت. از آنجا بیرون شدم. نفسم کوتاهی میکرد. بالای صفحه نشستم. هوا رو به تاریکی بود. قلبم درد میکرد. چند روز شده بود در خانه پسر خالم به سر می بردم درگیر چگونه بازی شده بود
نمیدانم. دور از مادر و پدر مهربانم، گرچه از آنها اجازه گرفته خانه شبیرشان مانده بودم، اما دلتنگشان بودم. لحظه ای که از این دوتا غفلت کنم میمیرند. دلم میخواد به آن زندگی عادی و دور از دغدغه هم برگردم، اما محال است. هیچکس میل خوردن و نوشیدن نداشت. شبیر هم هر سوی اتاقهای خانه را آب مقدس زمزم پاشید. از خیر شیشه اتاق شکسته بود را ترمیم کرد. شب تاریک و تار بود. سوال پی سوال از شبیر رویا کردیم. از سنگ صدا می آمد و از آنها نه. تاکید کردیم که هیچ کمک کردن نمیتونیم تا ندانیم. همین قدر برای ما آشکار بود که چیز را مخفی نگه می‌دارد. از نگاه های هر دویشان به سوی همدیگر نکنند. اون لعنتی راست میگفت. اینها کسی را کشته اند که از زبان آوردنش حراس دارند. رضوان گفت باید شروع کنم. اگر اینها چیز نمیگن پس نمیتونیم زندگی هر چهار خود را به خطر بندازیم. روح قدرتمندی است. رضوان گفت اول روح را باید در آن اتاق زندانی کنیم تا آزاد کردنش آسان‌تر شود. رویا و شبیر از ترس می‌لرزیدند. منم که حالم بدتر از آنها بود. رضوان دروازه اتاق را با زنجیر بست تا آب پاک زمزم که در آن اوده کرده بود را در اطراف اتاق پخش کند. شبیر، صنم و رضوان را از من و خانمم یک دونه سوال پرسیدند. ما خفه خون گرفتیم، اما حیران ماندیم اگر حقیقت‌ها آشکار شود و این دوتا از کمک ما دست بردارند چی؟ رضوان دروازه اتاق آن کلفت را بسته کرد. به سوی رویا دیدم. اشک‌هایم سر مژه‌هایم آمد. کاسه صبرم به آخر رسیده بود. کسی فکرش به من نشد. از دهلیز بیرون شدم با کمر خمیده و پاهایی که انرژی نداشت. در حولی در زیر آن درخت انجیر رفتم. بهتر بودیم درختی که همه زندگی ما باد کشیده میرفت. گریه کردم با صدای بلند. حق حق. غم اولی را پیچان. بار سنگین روی شانه هایم بود. روی خاک نشستم تا بغض گرفتم، ولی درد من با اینها کم نمیشد. بله، ما دروغگوی بزرگ هستیم. در مدت 3 سال نان نخوردم، زهر خوردم، خنده نکردم، برعکس گریه کردم. هر بار چهره خودم در آینه میبینم بیشتر و بیشتر از خودم متنفر میشم. چیخ و صدا می آمد. گوشهایم بلند شد. اشکهایم را پاک کردم و دویدم تا ببینم با چی ماجرای در انتظار ماست. صنم دستش زخمی شده بود، روی زمین افتیده بود. شیشه ها روی زمین بودند. رویا گوشهایش را محکم گرفته بود. نزدیک رفتم. رضوان گفت تمام شد. تعجب کردم. گفتم تمام شد؟ گفت باور نمیتونم ولی تمام شد. سوره های قرآن مفید بود. راست میگی، تمام شد همه چیز. روح رفت و دیگر هیچ ترسی در میان نیست. یعنی دیگر سرم را با ترس و عذاب به بالش نمیمانم. روی زمین نشستم. سرم را میان زانوهایم گذاشتم. خانه آرامی بود و خلوت، اما هنوز ترس در وجودم مرا میخورد. صبح وقت بود. چشمانم را از خواب باز کردم. رویا کنارم خوابیده بود. از جایم بلند شدم. صنم و رضوان هنوز در این خانه بودند، اما بعد صبحانه رضوان قرار بود دوباره پروان به ولایتش. صنم هم در کنار ما بود. عمرشان دراز. تشناب رفتم تا دستهایم را بشنوم. نل آب را باز کردم. دستهایم را شستم. روی پاک را برداشتم تا بیرون شوم. چشمم به چیزی افتاد. دوباره رو برگردم. کسی شبیه من درست روبرویم در آینه بود. دستم را بلند کردم تا ببینم خودم هستم. دستم را بلند کردم. از اندامش دریای خون میچکید. فریاد زدم بلند و عقب آمدم. نفسم بند شد از ترس. یعنی نرفته. اینجا فریب خوردیم. او هیچ جای نرفته است. اینجاست. از تشناب دویده بیرون. این روزها همه کارم شده بود. فرار کردن. دفعتا صنم از اتاق که خوابیده بود بیرون شد. جانم عرق در عرق شده بود. با عجله نزدیکم آمد. با انگشت اشاره کردم. اینجا است. اینجا بود همیاله. صنم لطفاً کمک کن. صنم گفت براستی تو قاتل هستی؟ کسی را کشتی و حال روحش انتقام میگیره. سوالات چشم پوشی کردم. هیچ جواب ندادم. گفتم روانش کن. تو را به خدا قسم یک کار کو از اینجا بره. صنم با ناامیدی گفت من به قاتل کمک میکنم. قاتل هستی؟ من خود درگیری چه قسم کثافت کردیم. به قاتل ها کمک میکنم. من شریک جرم شما نمیشم. از اینجا میرم. یک دقیقه صبر کن. صبر ندارم. در این قسم یک گوتال باشم، گندیده باشم. حتی همین لحظه از خانه میرم. اثر صدای ما رویا و رضوان هم بیدار شدند. رویا پرسید چی گپ شده در این کله منازان؟ صنم گفت ایره خوب باید من پرسان کنم. من به شما قاتل ها کمک میکنم. صنم بکسش را گرفته و از حولی بیرون شد. هیچ کار از دست ما ساخته نبود. از رضوان خواهش کردم تا ارمانی رفتن صنم از این خانه شود. حتی اگر هیچ کمک نکنم دختر خاله هم از با این حالت نمیشه از خانه بیرون شود. رضوان دنبال صنم بیرون شد. رضوان از خواب با صدای بلند شبیر و صنم بیدار شدم. ترسیدم باز چی شده و هر دو بین خود حرف میزدند. صنم بکسش را گرفت و میگفت که از این خانه میرود و دیگر نمیماند. به بیرون شد. شبیر خواهش کرد که تا نگذارم صنم از خانه بیرون شود.
دنبال سرم رفتم. در آخر کوچه بالاخره براش رسیدم، گفتم میرم دیگه اینجا نمی باشم. گفتم چی شده که قسم بیسوری میکنی؟ مربوط تو نمیشه، من میرم دلت برشان کمک میکنی یا هم مثل من فرار میکنی؟ فکر میکنم دختر شجاعی هستی، اما سخت اشتباه میکنم. چی جنهای دی گل سبتور خورده خود. سنم با صدای بلند گفت او نرفته. تعجب کردم، گفتم که او اما روانش کردم. پس یعنی اینقدر هم لایق نیستی در کارت؟ پس چی میخوای بری که او 2 نفر کشته شوند؟ برعکس حال بیشتر از هر وقت دیگه باید در کنارش باشی که در این سرحد رسیده باز فرار کرده. می سنم کمی آرام شد. آخر این چه دختری است؟ نمیدونم. دلش میسوزد اما میگد آنها قاتل هستند. شجاع است، دلیر است، راستگو است و زیباترین دختر که در طول عمر دیدم. همینطور به سویش نگاه کنی غرق چهره معصوم و دلبریش میشوی. نمیفهم در چه لحظه در ذهنش چی خطور میکند. محو دیدنش بودم که گفت حالا همین قسم ناز و نخره کرده همینجا استاد میشی یا پس هم میری؟ گفتم بیا که بریم. پس برگشتیم به خانه شبیر تا دید سنم برگشت نزدیک آمد. گفت خدا را شکر که نرفت. دختر خاله و داخل اتاقش رفت. رویا گفت سنم ما جستو کسی را نداریم. اول خدا مرا یتیم ساخت و پدر مادر مده. حادثه از دست دادم. از اول تا آخر عمر یک تک تنها بودم. تو هم تنهای ما نمان. سنم دوباره شب شد. کمی غذا پخته بودم و حتی با وزیدن باد گوش می‌زدم و می‌ترسیدم که اتفاق نیفتد. غذا عین زهر از گلویم و پایین شد. از کل شب متنفر شدم. کاش اصلا شب نمی‌شد و همینطور روز باقی می‌ماند. گرچه هر روز هم آرامش چندان نداشتیم. رویا و شبیر در اتاقهای خودشان خوابیدند. رضوان اطمینان داد که هیچ روحی داخل اتاقها نمی‌تواند، چون که در بالای هر دروازه یک قرآن عظیمشان است و کسی هر چیز شنید و از اتاقش بیرون نشود. من هم در یکی از همان اتاقهای نزدیک اتاق رویا و شبیر قرار شد بخوابم. رضوان داخل دهلیز در میمانخانه خوابید. ترس بالای همه ما حاکم شده بود. از هر گوشه یک صدای به گوش می آمد. هر چه سوره حفظ داشتم را می خواندم. قبل خواب هم قرآن کریم تلاوت می کردم و می خوابیدم. شبیر نمیدونم در من چی میشه. از جانم سیر شده بودم. با خیال راحت حتی از اتاق بیرون شده نمیتونستم. فکرم مغشوش بود. زمین و آسمان دیگر جای برای من نداشتند. با دنیای از رازی که در من پنهان بود چشمانم را بستم تا بخوابم. باز هم صدای به گوشم می آمد که مرا به سوی خود می کشاند. اما رضوان تاکید کرده بود که هر اتفاقی افتاد از اتاقتان بیرون نشوید. اما رویا خواب بود. پشت شیشه کلکین مثل که کسی با ناخن‌های شیشه را می نوازد. چشمان را محکم قفل کردم تا نبینم، اما با ضربه بیشتر تک تک میکرد. سرم را میان لاب کردم که گوشم نشنود. از سوراخ نل بخاری صدای وحشتناک می آمد که می گفت بیا بیا. صدای گریه از اتاق سرم می آمد. با خودم گفتم نکند به سر او بالای آمده باشد. از جایم بلند شدم. باز به خود گفتم مکر ایله آن روح نباشد تا مرا با فریب از اتاق بیرون کند. که گفتم رویا را بیدار کنم، اما رویا بیچاره بعد از روزها آرام خوابیده بود. بسم الله گفته از جایم بلند شدم. کمی دروازه را باز کردم و نگاه کردم. سرم غرق خون و بیرون دروازه دهلیز فریاد زد کمکم کن شبیر. دنبالش دویدم بیرون تا فریاد بزنم رضوان کمک کنه. دروازه دهلیز محکم بر رویم بسته شد. هرچی کوشش کردم باز نشد. شب تاریک و درست چیزی دیدم نمیشد. سنم فریاد میزد و مرا صدا میکرد. من هم دنبالش گشتم و برای یک باری غیب شد. 4 طرف حولی ساکت و بی صدا شد. یک لحظه دفعتا دیدم سنم رویش آن طرف است و زیر درخت انجیر نشسته گریه دارد. ترتیل نزدیک شدم. سرش را بی زانویش گذاشته بود و گریه میکرد. دستم رو روی شانهش گذاشتم. گفتم سنم بلند شد که بریم داخل. یک باری و بدون هیچ دلیلی شروع کرد به خنده. رویش را گشتان. از چهرهش ترسیدم. عقب رفت. چشمانش جام و خون بود. لباسهای سفید بالای سرم ایستاده بود. رضوان از خواب بیدار شدم. با خود گفتم انشالله که همه خوب باشند. خوب است که یک بار همه را ببینم. معلوم نیست چی وقت چی میشه. چراغ دستی را روشن کردم و از اتاق بیرون شدم. پشت دروازه اتاق رویا و شبیر تک تک کردم. بعد این بار تک تک رویا باز کرد. گفتم ببخشید مزاحم خوابتان شدم. فقط به تشویشتان بودم. شبیر خواب است گفت. سخت خوابم برده بود. شبیر در پهلویم. وقتی پشتم را دیدم شروع کرد به زار کردن. شبیر باز با ورخطایی گفت شبیر نیست. شبیر کجاست؟ رضوان بیدار. با خود گفتم یعنی شبیر کجاست؟ رویا را گفتم که به هیچ عنوان از اتاق بیرون نیست. سنم هم بیدار شد و چند بار پرسید چی گپ شده. گفت همینجا با رویا بمان. دروازه اتاق را هم بسته کنید. خودم هم همه اتاقها را گشتم و دستوری را دیدم که این پسر شبیر غیب شد. دروازه دهلیز را شمال میزد و باز بود. گفتم نه شبیر، بر لحاظ خدایی کار نکرده باشی. حولی را دیدم. در درخت انجیر کسی اویسان بود. با دقت که نگاه کردم کسی روی دار بود. چشمهایم از ترس بزرگ شده بود. نزدیک و نزدیکتر رفتم. روی درخت دار زده شده بود. شبیر
یک فریاد بلند زدم: شبیر! گفته و از زیر پایش محکم گرفتم تا رویا و صنم فریاد مرا شنید دنبالم آمدند. وقت شبیر را در آویزان دیدن بلند بلند گریه کردن. ریسمان را از کردن شبیر باز کردم، انگار خود را دار زده بود. زیر پایش یک چوکی بود و رویا و سر روی خود میزد و گریه میکرد. صنم که کاملا جام مانده بود گریه هایش را از کنج چشم میریخت و بس. نزد شبیر را دیدم و فکر رفتم رویا به طرفم دیده و عذر زاری میکرد که بگو شوهرش زنده است، اما گفتم که شبیر مرده از زندگی سرتان باشه. در این نصف شب حولی را گریه های صنم و رویا سر بالا کرده بود. همسایه ها صدای گریه ها را شنید و سرشان را از کلکینه هایشان بیرون کرده که با این صحنه دردناک مواجه شدند. سپس همه همسایه ها نه از طرز داخل می آمدند و نه حرف می زدند، فقط شوکه شده بود. بعد ماجرا آن روز که همهشان ترسیده از خانه بیرون شدند، جرأت نداشتند وارد این خانه شوند، فقط از کلکین پنجره ها دیده می رفتند. شبیر را در بغل گرفتم، بلند کردم و داخل خانه بردم. روی جای سفید را بالایش انداختم و سوره فاتحه را خواندم. رویا خودش را به زمین میزد و میگفت: خدایا جان مرا هم بگیر، از دلم را گرفتی، مرا هم بگیر. حالا صنم مرا میترساند. گم شده بود، بی صدا بود. گفتم: صنم به خود بیا دیگه. هیچ چیز نمیگفت. رنگ رویش پریده بود. محکم تکانش دادم. گفتم: به خود بیا صنم، حال نمیفهم با جسد پسر خالد چی کنم، به لحاظ خدا کمکم کن. مثل سنگ شده بود و یک سیلی محکم بر روی زدم تا شروع کرد به گریه. خدایا پسر خانم را از من گرفتی. تا طلوع آفتاب گریه های این دو نفر بود و من. صنم گریه هایش آرام شد. گفتم: شما قوم خویشاوند ندارین خبرشان کنیم، به تنهایی نمیتونیم گور و کفنش کنیم. صنم با موبایلش به پدر مادرش زنگ زد. شبیر را همه میدانستند. ساعتهای 10 صبح بود. لباسهای شبیر را کشیدم که دفعتا جیبش یک نامه افتید، اما در حالت نبودم که ببینم چی نوشته است. در جیب گذاشتم. شبیر را خودم به تنهایی شستشو کردم و تا برای خاکسپاری آمادهش کنم. رضوان: من و دوستم مولوی صدیقی دست پای و دهن جسد شبیر را بسته کردیم، سپس کفن پوشش کردیم. ظهر هم او را از جمع مردم برای دفن کردن بردیم. رویا: باورش برایم دشوار و ناقابل بود. شبیر عزیزم، پس تو را در این حالت هم دیدم. کاش قبل دیدن این روز چشمانم کور میشد. شوهر جانم درد از دادن و دوریت را چگونه قلبم تحمل کند. برگرد ای عشق عظیم و عزیزم، برگرد. بگو این همه کابوس بودن. بگو هنوز کنار هستم و کنار تا ابد میمانم. مرگ تو مرگ من هم از این عشق گوهر ریزم. فکر نکن تو رفتی بدون تو زنده ام. نخیر، نفسهایم با نفسهای تو گری خورده است و تو نباشی. رویا هم نیست. رویا هم امروز با تو خاک کردن. جسم که هنوز زنده است چی فایده؟ یگانه آرزویم این است که من هم دنبالت بیایم و به زودترین فرصت. مراسم خاکسپاری به پایان رسید. به خانه هم برگشتم، خانه که 30 سال با شبیر اینجا گذراندم. صنم و مادرش اصلا تنهایم نمیگذاشتند. من در این دنیا بزرگ و بیکس شدم، هیچ کس را نداشتم. تنها من همدم من تنهاییم مرا تنها گذاشت و رفت. مولوی صدیق الله که یکی از دوستان شبیر بود، یک بار دیگر هم زبان خودم همه متفاخات ارسیده در این چند روز را شنوا شد. گفت: روحی کسی با تولد طفلتان به دنیا آمده است. شما آمده است. امروز شبیر، فردا یکی دیگر، پس از فردا تو نوبت خواهی مرد. مادر صنم گفت: خب مولوی صاحب، کدام راه چاره است؟ یعنی مولوی کمی فکر کرد، گفت: بله، این را گفته باشم که خیلی دشوار است، اما ارزشش را دارد، چون نمیتوانیم شاهد مرگ همه پس از دیگر باشیم. رضوان، به کمک تو سخت ضرورت دارم. این کار را با هم انجام میدهیم. رضوان سرش را تکان داده گفت: البته مولوی صاحب صدیق الله، همین امشب این کار را انجام میدهیم. بیشتر از این فرصت را از دست ندهیم بهتر است. هوا رو با تاریکی بود. مولوی صدیق الله گفت: هر چی میگویم را انجام دهید و حتی یک لحظه هم را هدر ندید. همین ما قبول کردیم. هنوز نمیدانیم در فکر مولوی صاحب چی است. شب که شد گفت: شروع میکنیم. در گردن همه ما اسم الله بود. صنم قرار بود از اینجا برود، جایش مادرش اینجا بود. رضوان: شنیدم که صنم میخواد از اینجا برود. نمیدانم چرا، ولی نمیخواستم راه ما اینطوری ختم شود. از روی خستگی دستم را در جیبم کردم که آن نامه شبیر در دستم آمد. رویش نوشته بود دستنویس شبیر. یعنی شبیر چی وقت این نامه را نوشته کرده است؟ نامه را باز کردم و خواندمش. از تعجب دهنم باز مانده بود. با خود گفتم: این نامه را حتما صنم ببیند. شاید هم دنبال یک بهانه بودم تا مانع رفتن صنم شم. دنبالش دویدم. دم دروازه حولی گیرش کردم. نفس زده گفتم: صبر نرو. گفت: چی شده رضوان؟ ایره بخوان، زود باش.
سرم معلوم نبود این پسر دیوانه باز چی میگفت. نامه را در دستم داد که رویش نوشته بود دستنویس شبیر. نامه را باز کردم تا بخوانمش. نوشته بود 20 سال قبل از امروز که من فقط 5 سال داشتم در روز مدرسه رها کردند و آن روز با مادرم یکجا بودم. دستم برای آخرین لحظه در دستش بود. گریه میکرد زار زار. هر قطره اشکش از چشمش میچکید مثل خنجری بود که بر قلبم فرو میرفت. از دست پدر ظالمم که معتاد بود خط هم از دستش برای ما نمانده بود. من و برادر دو هم سمیر با مادرم چندین روز شب بود که لب خسان نظره بودیم. فخر بدترین چیز دنیاست. هنوز نمیدانستیم چی میشه و چی در انتظارم. از در یک دستش من و در یک دست دیگرش سمیر بود. نزد مسجد که شدیم دستم را رها کرد. یک بارگی بر زانو مقابلم ایستاد. آخرین اشک قطره‌اش را با آرنجش پاک کرد. گفت شبیر پسرم میخوای با هم دیگر بازی کنیم؟ هنوز نمیدونم چی بگویم و سکوت را اختصاص دادم. گفت همینجا میمونی؟ من برادرت نگفتیم نه یا ما پنهان میشیم و تو پیدایمان کن؟ میدانستم بازی در کار نیست. قرار است برای همیشه مادرم از چشمم پنهان شود. دست سمیر را در دستش فشرد. با خود گفت چرا من به جای سمیر نیستم؟ چرا ترجیح داد من را رها کند؟ ولی این طفل 5 ساله چی گناهی داره؟ فقط مرا از خود دور نساز. مادر قول میدهم که هیچ چیز از تو نخواهم. آغوش تو برایم کافی. دستم رویم گرفتم و از فاصله ناخن‌هایم دستم دیدم که هر دو رفتن گویا اصلا وجود ندارم. ترسیدم، دلتنگ شدم، بغض کردم، قلبم شکست نشد. دنبالشان دویدم که تنهایم نگذار مادر. گفت برمیگردم. قول میدم. گومه های سرش را حس کردم. روی صورتم دست پاچه بود. گفت مادرت تو را تنها مگر میگذارد چون به هم بزنی برمیگرد؟ به حرفهایش یقین کردم که برمیگرد، اما ناجوان برنگشت. الا که مردم نمازشان را ادا کردند و من همچنان منتظر مادر که فریبم داد و رفت. روزها گذشت، ماهها گذشت، سالها گذشت. همینطور بزرگتر شدم. روی سرک‌ها در میان کثافت گدایی میکردم. 18 ساله شدم و حس میکردم 40 سالم است. یک روز چند درم را زد. مرد بود ریش سفید اما سر و وضعش شبیه اشر معرفه بود. آنجا در میان کثافت چی میکرد؟ بعدا فهمیدم که او قاچاق تریاک میکرد. مورد سوی قصد قرار گرفت. من قبل از بادیگاردهایش دست به کار شدم. شخصی که قصد کشتن من را داشت چاقویش را به من اثبات کرد. من که قصد زخمی شدن را نداشتم، فقط میخواستم جان مرد را نجات دهم. کسی سوی قصد کرد توسط افراد این مرد که جانش را نجات داد دستگیر شد. من را نیز بردن شفاخانه. بعد از آن سرمایه‌ترین مرد افغانستان جانش را مدیون من شد. من شدم شاهزاده و پسر خوانده‌اش. این مرد ثروتمند کریم خان که از خوراک، لباس، موتر، خانه و همه چیز کم نداشتم. غرق شدم ولی حسرت مادرم و برادرم همچنان در دلم باقی مانده بود. مادر که یک اولادش را به یکی دیگر ترجیح داد و من را تنها گذاشت. خوشگذرانی میکردم، نشان میکردم دنیا دور من میچرخه الا که او را دیدم به زیبای آفتاب، به غرور آسمان، به لطافت کهکشان، به مهربانی یک اقیانوس آرام. دل باختم به یک دختر مثل فرشته. من هر روز سر راه او را قرار میگرفتم و او مثل کوه یخ بود در مقابلم، تا اینکه فهمیدم او نامزاد دارد. و کلام دیگر جناهایم طور خورد. گفتم هیچ کس مانع عشق من و رویا شده نمیتواند. وقتی با نامزدش قرار ملاقات داشت دیدم شان، اما آن چیزی نبود که من تصور میکردم. این پسر شبیه من بود، درست مثل خودم. بله، امان برادرم سمیر بود. امان که مادرم او را انتخاب کرد و مرا به فنا داد. اشکهایم را سرازیر شد. حس برادری هم بیدار شده. گفتم برو، مال تو باشد. برادر خوبم. گرچه هنوز کینه در دل داشتم. او را دیدم و او مرا دید. همدیگر را شناختیم. قدرت‌ها را دور گذاشتیم. من هم تصمیم گرفتم بیخیال رویا شوم. درست است که انسان خوبی تربیت نشده بودم. تقدیر چنین بود، اما کینه‌ای که از مادرم در دلم بود را هرگز از بین بردن نمیتونستم. قول داد که راهم نمیکند، اما سر حرفش نماند. خودش هم میدونست که پرخاشگری هایم دلیلش چیست. چند ماه بعد رویا و سمیر ازدواج کردن، اما هنوز نتونستم عشق رویا را در قلبم دفن کنم. درست است که رویا سمیر خیلی دوست داشت. البته حسشان متقابل بود، اما سمیر نشان میکرد حالا که من آدم درست شده بودم او شروع کرده بود. یا هم از اول همینطور بود. شبها به حالت نیشه به خانه می آمد. عادت قمار زدن. بارها ما خانواده از او خواهش کردیم عادت را ترک کند. هر بار توبه میکرد و توبه میشکست. رویا هم از این وضعیت خسته شده بود. به خصوص وقتی از حس من باخبر شد. عکسهایم که در موبایلم از خود داشتم را هم دید. کاملا معلوم بود پشیمان است و دوم که کاش ابتدا مرا انتخاب میکرد. اما
و حالا زن برادرم است و محرم من نبود و او من حیث خانم برادر دوست داشتم و بس. یک شب سمیر رویا خیلی لط کرد، من هم نتونستم مانعشم. داشت سمیر معذرت خواهی کرد اما رویا راه دلش نشان نداد. بعد رفتن سمیر از خانه حس همدردی کرده و رویا را در دلداری کردم. چند بار هم از زیر لط کوب سمیر نجاتش دادم که این همدردی و حمایت از رویا موجب شعله‌ور شدن عشقش نسبت به من شد. اما وجدانم اجازه نمیداد به خانم برادرم نیمه نگاه هم بندازم. هر دفعه موجب میشد سمیر شک کند که از بیرون خانه می آمد. رویا در حال گریه کردن بود، صحنه اولی نشسته بود، شام بود، خلوت. به هیچ قصدی به کنارش نشستم و حالش را جویا شدم. با گریه گفت کاش هیچ وقت با سمیر ازدواج نمیکردم. من هم در پاسخ سمیر انسان خوب است، زمان او را خراب کرده است ولی خیلی دوست دارد. زار گیره میکرد تا خداداد سرش را روی شانه گذاشت. در آن وقت سمیر با حالت نشه برگشت خانه تا ما را کنار هم دید. مشکوک نگاه میکرد. نزدیک آمد گفت رویا نکند که با من خیانت میکنه. از این حرف هر دوم تعجب کردیم و گفتیم هرگز قسم نیست. سمیر با حالت قلب باسیلی مرا زد. هیچ عکس العمل نشان ندادم. دست رویا را گرفت در اتاق برد. صدای ناله و گریه روی اولی را پیچان معلوم بود. دختر بیچاره مثل حیوان نتکوب میکرد. مادر خواست مداخله کند و نیز پشت دروازه صدا گریه کردم که رویا را نظر اما گوش نداد. فردا شب هم خانه سکوت فرما بود. مادر شبیر برای 2 روز رفت ولایت. در خانه کسی با کسی حرف نمیزد. من که قاب عکس شبیر را در سالن بود را بوسیدم و در آغوش گرفته بودم. سمیر باز هم شاهد این صحنه شد، اما این بار رویا به تعجب افتاد چون سمیر نه رویا را لط کرد و نه هم بالایش چیخ زد. چند لحظه بعد رویا سمیر را وقت نوشیدن شراب دید و از چاقویی که از آشپزخانه پنهانی برداشت. رویا که سخت ترسیده بود پنهان شد. اصلا فکر نمیکرد که هدف رویا نه بلکه شبیر است. شبیر در اتاقش نشسته بود که سمیر آمد. با آمدنش از جا بلند شد. شبیر معذرت خواهی کرد که دیگر بین زن شوهر مداخله نمیکنه. رویا هم گناهی ندارد. سمیر شبیر را در بغل گرفت و گفت چیزی نیست برادر، تو که گناهی نداری. شبیر لبخند زد اما گفت بیا تمام موضوع را فراموش کنیم. تو هم شراب قمار را رها کن. سمیر گفت حق با تو و تا میخواست چاقوی را که در دستش داشت را در قلب شبیر فرو ببرد. رویا دست به کار شد. با چاقویش سمیر را مجروح کرد و رویا کرده اش پشیمان شده بود و شبیر در شوک بود. سمیر آخر نفسهایش را کشید. در همان لحظه که شما را نمیگذارم تباه میکنم، کار میکنم که هر روز آرزوی مرگ کنید. سمیر مرد. رویا و شبیر هم هر دو ترسیده بودند که چی کنند. رویا از ترس مثل بیت میلرزید. پیش قدم های شبیر افتاد و حضور زاری میکرد که من نمیخوام زندان برم. لطفا شبیر مرا به پلیس تسلیم کن. شبیر سخت در دوراهی بود. با کمک رویا هر دو سمیر را زیر درخت انجیر اولیشان دفن کردند. برای شبیر سخت بود چون یگانه برادرش را با دستان خود دفن میکرد. گریه میکرد و خاک را بالای سمیر پوشان. فردا مادر شبیر از منطقه ایشان برگشت کابل. وقت سمیر را ندید به تشویش شد و رویا و شبیر گفتند که سمیر بعد رفتن شما ناپدید شد و اصلا خانه نیامده. روزها گذشت. مادر هنوز منتظر پسرش سمیر بود. مردم شایعه کردند که پسرش در قمار و کارهای غیر اخلاقی دست داشت و دشمنانش او را کشتند. مادر بیچاره این در را تحمل نتوانست و او نیز وفات کرد. بعد چند ماه رویا و شبیر ازدواج کردند اما آنچنان خوشبخت نبودند چون هر زمانی که به طرف آن درخت جیر که زیرش برادرش شبیر دفن بود می‌دیدند زندگی زهرشان میشد. چند بار در فکر کوچ کردن از آن خانه شد اما شبیر حاضر نبود که از خانه که خاطرات برادر و مادرش بوده است بیرون شود. زمان در گذر بود. رویاها که حامله شد گفتیم حداقل اتفاق خوب در زندگی ما رخ داده. اما هم که این نامه را می‌نویسم رویا خوابیده نمیدانم چی سر مخواهد آمد. صداهای درونم هر روز مرا عذاب می‌دهد. از پنهان کردن این راز خسته‌ام. نمیدانم وقتی این نامه را بخوانید زنده یا مرده. زمان و حال سرم. بعد از خواندن نامه همه چیز را فهمیدم. دویده به خانه رفتیم. وقتی از دروازه داخل شدم همه در حولی بودن. نمیدونستم چی میکنم. نزدیک و نزدیکتر رفتم. اینقدر شنیدم که مولوی میگه باید طفل را حلال کنیم. این گونه روح که با او متعلق شده از بین میرود. به طرف رضوان نگاه کردم. گفتم میخواد طفل را بکشن؟ با اشاره سر گفتم بله، اما بدون کشتن طفل هم میشود همه چیز را خوب کنیم. رضوان گفت بله. هر دو یک آواز گفتیم به جای حلال کردن طفل باید اسکلت سمیر را از اینجا دور کرده و دفن کنیم. شبیر گفت اما مولوی حرف تو را قبول نمیکند. حق با رضوان بود. مولوی حرف ما را قبول نمیکرد و او به طریقه خودش کار را حل میکرد و شاید هم حل کرده نمیتواند چون ممکن روح وارد جسم دیگر شده هم بتواند. از کجا معلوم؟ با رضوان تصمیم بر این شد که ما دو نفر با قوانین و مفکوره خود ما روح را ریشه‌کن کنیم. با خود گفتیم پسر خاله که هر دویشان است، اما از نظر من طرفدار شبیر هستم چون او در همه امور حق
به طرف بود، حتی خودکشی کرد تا این داستان وحشت را زده را تمام کند، اما گناهی نداشت. رویا سمیر را کشته، پس مرگ شبیر هیچ چیز را عوض نمیکنه. او فقط خود را از این حصار غم خلاص کرد. مولای سبحان الدین: همه چیز آماده است. امشب با آن روح که هر طور که شده مقابله میکنیم و در عوض طفل را که روح جسم در آن خودش نمایان میکند را حلال میکنیم تا روح نتواند از هیچ جسم سوء استفاده کند. با جمع از دوستان مولایی هم آماده شدیم. دروازه دهلیز را بسته کردیم تا کس داخل وارد شده نتواند. سنم مولایی مصروف دعایش بود. نمیدانم چی قدر داشتن حتی دروازه را هم بسته کردن. در این موقع من و رضوان پنهانی و آرام شروع کردیم به حفر کردن زیر درخت انجیر، جایی که سمیر در آن دفن کرده بودند. کندن زمین زمانبر بود. با کلنگ دست و هر چی داشتیم زمین را باز کردیم. تا چهرهش را دیدیم شروع کردیم به استفراغ. حالم به هم میخورد. همان اندازه ترس و وحشت داشتیم. چی عجیب شکل را به خود گرفته بود. حتی دلم نمیخواست نهایش کنم. او را داخل تابوت رضوان آماده کرده بود. جابجا کردیم. از خانه بیرون شدیم. با موتر تونس رضوان تا به قبرستانی ها رسیدیم. چشم به چشم را نمیدیدیم، از بس تاریکی بود. قرار ما این بود که او را دفن کرده و عاجل خودمان به مولایی برسیم تا مانع کشتن طفل بیگناه شویم. اما این مسئول قبرستان همین نقشه را به هم زد. لج کرده بود که شما جای قبرستانی را باید بخرید یا هم شما قاتل هستید که این موقع شب مرده دفن میکنید. آنها به تنهایی نزدیک بود که به پلیس تماس بگیرد. آن طرف هم که دیر شده بود. میترسیدم طفل را کشته باشند. رضوان را راضی کردم تا به خانه برود، مبادا ما دیر کرده باشیم و آن طفل را قربانی بازی نقش کثیف کرده باشند. رضوان رفت و گفت اصلا نترس، من زود باز میکردم. در این میان من تنها مانده بودم. این قبرکن با عصبانیت رفت پلیس را خبر کند. آخر حالا وقت پلیس از هر طرف هم میکردم که در میان قبرستانی تنها یک دختر ایستاده بود. چقدر شجاعت خرج دادم تا ضعف نکنم، خدای از ترس. مولای سبحان الدین: دوستانم شروع کردن به تلاوت قرآن کریم و من هم با 2 تن از آنها داخل اتاق طفل شدم. چقدر دلم بر این طفل میسوخت، اما چاره‌ای نبود جز مرگ او. روح خبیث تا صدای تلاوت را شنید همه شیشه ها ریخت. میز چوکی همه چیز فرش زمین شدن، اما دست بر نداشتیم. طفل شروع کرد به گریه. شیشه ها به سرعت می آمدند به طرف دوستان مولایی. توی آنها مجبور شد. اما نجم الدین برادرم فوت کرد که دیگر کس نبود جز من و مولوی سیریقلا. او تلاوت میکرد و من آب اوده شده را باید بالای آن طفل میریختم. تا اینجا مشکلی نداشت مگر اینکه وارد جسد نجم الدین قاقا میخندید و مگر اینجا را نکرده بودم. رضوان خودش را رساند و مجرد که رسید آب را از دستم گرفت تا بالای روح بپاشد. گفت راه فرار نداره، به زودی اسکلت دفن میکنیم. روح قهرش شعله‌ور شد و شروع کرد از بالای دیوار به دویدن و به سوی قبرستانی ها هجوم آورد. چنان از بالای دیوارها میدوید که نمیدانستم چگونه خود به او برسانم. رویا گریه کنان طفلش را از آغوش گرفت و من رضوان سوار موتر شدیم دنبال روحی که داخل یک جسم شده بود. از هر قدمش جای به هم میریخت، حتی از بالای درختان میپرید. از یک درخت به آن درخت سنم تمام جانم میلرزید. دیگر منتظر ماندن نمیتونستم. کلنگ را برداشتم شروع به کندن زمین تا از شر این اسکلت خلاص شدم. با عجله مقدار چخور کردم. جالب بود قبر سمیر و قبرش کنار هم قرار گرفته بود. دفعتاً برایم زنگ آمد. همان زمان از صدای موبایل ترسیدم. رضوان بود با گریه. گفتم پس تو کجای؟ رضوان: مردم است. رضوان گفت طفل خوب است اما روح نجس اونجا میای. زود باش اسکلت را دفن کن. سنم به راز خدا زود باش. گفتم درست است، اما تا اینکه رضوان گفت او را قبر شبیر دفن کن نه جای دیگری. تعجب کردم. گفتم دیوانه شدی؟ 2 نفر در یک قبر. گفت شبیر نمرده، زنده است. همه چیز یک بازی بود. او قبر یعنی خالی است. وقت هدر نتی ما هم در راه هستم. یعنی شبیر زنده است. خدایا شکر. اما چطور این چه قسم شد؟ موبایل را کنار ماندم. با هر چه توان داشتم قبر را کندم و شاید آخرین فرصت بود تا میخواستم اسکلت را در داخل قبر بندازم که مسئول قبرستانی آمد. برو هاستانه کردم. پیش پلیس نرفتم. سن سالش بالا بود، معلومدار بود، چندان آدم بسور نبود. گفتم کاکا موضوع مرگ زندگی است، به خاطر خدا کمک کن. گفت وی تو چرا از اول نگی؟ شرمنده شد که نزدیک بود. حالا من تو را درگیر پلیس ها بودم. از این که پلیس گفت کاملا مطمئن شدم که دیوانه است. گفت صبر کو که زور دیوانه میرسه تا طرف رفته بچه ما سزا کنم. گفتم به خاطر خدا زود باش کاکا. زود. کاکا رفت تا پسرش را بیار. کوشش کردم که تابوت را تکان بدهم اما خیلی سنگین بود. این کاکا هم غیب شد. صدا کردم کاکا جان کجا شدی؟ چرا گم شدی؟ اما پاسخ نداد و همین وقت امین تر از دست میرفت.
نشد. دنبال کاکا رفتم، به تنهایی نمیشد حتی کنج تابوت را تکان بدم. تا پیش رفتم درخت بود و جنگل از یک گوشه کمی روشنی نور به نظر میرسید. نزدیک رفتم. کاکا رویش آن طرف تکان نمیخورد. خب چوب نزدیک رفتم. گفتم کاکا چرا قدر طول دادی؟ بیا دیگه، اصلا رو بر نگردان. دستم را روی شانهش گذاشتم. گفتم کاکا. تا همین که گفتم کاکا، با آن چشمانش که اصلا سیاهی نداشت و سفید بود، رویش را برگان غرق خون چه زدم. گفتم قدم پشت سر رفتم. خنده کرده گفت چند بار گفتم کمکشان نکو، از اینجا گم شد. سرش را کمی جلو آورد. گفت میکشم. تا فرار کنم فرصت نداد. به طرف شاخچه درخت نگاه کرد. شاخچه کنده شد و مستقیم به شکمم خورد. خیلی درد داشتم. از یک طرف خونریزی داشتم. او نزدیک اسکلت خودش رفت و به عنوان آخرین حرف برایم گفت تا او کلفت را هم نکشم جای نمیرم. اول او بمیرد بعد من میروم. من در زمین فرش بودم. حتی نمیتونستم خودم را تکان دهم. این روح که اگر به جسم خودش میرسید دیگر کس نمیتونست مانع او شود. قدرتش دوچار میشد. قدم به سوی اسکلت میرفت و با خود گفتم یا الله سلام، یا الله، یا حالا یا هیچ وقت دیگر. خدایا خودت هم زندگی میبخش و هم زندگی میگیر. کمک کن تا حق به اقدار برسد، نگذار ظلم شود. او در جسم مردی بود که توسط خودش کشته شد. گردن بندم که اسم الله در آن ذکر شده بود را گردنم کندم. با صدای بلند فریاد زدم یا خلق اول الاخر. به سویش دویدم و نزدیک اسکلتش بود. یک قدم مانده بود که داخل جسم خودش شود که از پشت گردن بند را محکم گرفته و گردن فشار دارم. گردن بند را در طور گرفتم که مبادا کنده شود. این ترتیب شروع شد که به فریاد چنان فریاد میکشید که زمین میلرزید. خودش را آن طرف میزد تا از من خطا شود، اما من مثل کنت چسبیده بودم و دستم را حلقه بدنش کرده بودم. در گوشش آهسته گفتم همانقدر که تو برای ماندن در اینجا تلاش داری، من 2 برابر برای رفتن تلاش دارم. برو خبیث، برو دیگر برنگرد. لایق تو همون جهنم است تا هر روز بسوزی. الهی از جنت خدا چیزی نبینی. رضوان و مولایی هم رسیدند تا ما را دیدند. رضوان با آواز بلند برایم گفت ای قهرمان لحظه، به خاطر قدرت شجاعتش شک نکردیم، اما دیگر توانم را از دست میدادم. خونریزی هم شدید بود. چشمانم سیاهی میرفت. هر بار که فریاد این روح را میشنیدم از خدا آرزو میکردم تا برای هر کس وجدان سالم بدهد نه زهرآلود. رضوان و مولایی تابوت را در داخل قبر علی شبیر جابجا کردن. کم بود که خاک هم بالایش بپوشاند که دلم ضعف را و گردنبند خطا افتاد از دستم. شیطان از دستم فرار کرد. مولوی دوید تا گردنبند را بگیرد. با یک دست او را بالا کرد. هوا جا داد. یک بیگناه دیگر هم به خاطر شیطان جانشینش را از دست داد. رضوان با دست پا زدن شروع کرد به خاک انداختن. هنوز 2 مشت نانداخته بود که با چنگالهایش قلب رضوان را میخواست بیرون کند. من اینجا بر روی زمین افتاده بودم و رضوان آنجا داشت میمرد که با یک باره از چیزی که دیدم امیدوار شدم به زنده ماندن هر دوی ما. شبیر آره خودش بود و به قرآن کریم که در دست دور و بر آن شیطان را میپیچاند، درست همانطور که من چند دقیقه قبل روح را بغل محکم گرفته بودم و به سوی گردنبند فشار میدادم. شبیر هم این کار را کرد. شبیر تلاوت میکرد، اشکش میچکید. بر روی روح گفت خداحافظ نیمه پنهان من، دیگر به جای میروی که لیاقتش را داری، گم شو لعنتی. فریاد آن روح رفت. هوا از بس با زور فریاد میزد. جرأت تمام شنیدن اسم الله و شنیدن صدای تلاوت پرنور قرآن کریم را نداشت و بالاخره او از جسم بیرون شد و چیغ زده غیب شد. مثل که هیچ وقت نبود. همه جا آرام گرفت. یک نفس عمیق کشیدم. من از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم مادرم کنارم بود. شفاخانه بودیم. تا به هوش آمدم خوشحالی کنان دکتر را صدا زد. دکتر آمد گفت وضعیتت حال خوب است صنم جان. آفرین دختر شجاع. گفتم دیگرها کجاست؟ مادر همه چیز خوب است نی؟ شبیر کجاست؟ رویا چی حالش خوب است؟ مادرم لبخند زد گفت همین برین هستن دیوانه موار منتظر بودن خوب شوی. گفتم چرا صدایشان نمیکنی؟ مادرم آنها را صدا زدن. شبیر و پسر نازش که خیلی قندول بود از این که خوب هستم خیلی خوش شدن. هنوز سوالات در ذهن هم بود که جوابش را نمیدونستم. گفتم رویا کجا؟ شبیر با ناراحتی گفت زندان است. خیلی متعجب شدم. گفتم چی؟ بله به نظرم باید هر که جواب گناههای خود را بده. رویا چون سمیر را کشته بود خودش را تسلیم پلیس ها کرد. از آن زمان تا حال در زندان است. گفتم پس من هم نفهمیم چند روز میشه اینجا هستم که اینقدر اتفاق افتیده. شبیر و مادرم به سوی هم دیگر دیدن. مادرم گریه کرد. شبیر گفت منم تو 2 سال از در کما رفته بودی. وای خدا باورم نمیشد 2 سال مکمل من اینجا خوابیده بودم و باورش سخت بود. مادرم گفت خیلی دعا کردم تا خوب شوی. یک دانه مادرش پدر هم
را هم زنگ بزنم که به هوش آمدی. شبیر را گفتم همه چیز تمام شد. شبیر لبخند زد گفت بله صنم جان، از برکت تو و او بچه رضوان همه چیز خوب شد. گفتم براسی مگر خودکشی نکرده بودی؟ پس چطور زنده برآمدی؟ که دفعتا رضوان داخل اتاق شد. گفت اما تو بازی تان دادم. رضوان خیلی تغییر کرده بود، ریش بولکش را زده بود، از حق نظرم خیلی جذاب شده بود و هیچ وقت او را بدون ریش ندیده بودم. شبیر گفت راست است، من از برکت همین رضوان دیوانه زنده ماندم. اگر همین ملاقات ما نمیشد حال وقت در او دنیا بودم. زندگی برایم دشوار شده بود. او شب میخواستم خودکشی کنم و همین کار هم میکردم. رضوان گفت وقتی دویده رفتم زیر درخت، شبیر را در او حالت دیدم. گفتم برو ای خوب مرد. وقتی از دار پایین آوردمش نبضش دیدم زنده بود. گفتم که اگر روح فکر کنه که شبیر مرده یعنی شبیر دیگه مورد اذیت قرار نمیگیرد و دروغ گفتم که شبیر مرده. حتی شستشو دادن و کفن پوشاندنش داخل لحظات او هم در تابوت ماندم. جایش گودی را ماندم. هیچ کس حتی هم شک نکرد. شبیر آن اسکلت را در داخل قبر دفن کردم. بالاخره روزهای تاریک ما گذشت. حالا عذاب وجدان نداشتیم، نمیترسیدیم و با خیال راحت میخوابیدیم. ذره دغدغه‌ای نداشتیم. رضوان زنده باشد کمک های زیادی کرد، از برکتش زنده ماندم. بعد از آن شب روح سمیر آزاد شده و به جای ابدیش رفت. صنم خیلی وضعیتش وخیم بود، در شفاخانه بود. از این زمان رویا تصمیم گرفت خودش را تسلیم پلیس کند و هم من حیث شریک جرم با او تسلیم شدم. پسر نازم که دیگر هیچ روح تاثیر او را تهدید نمیکرد و را به خاله‌ام مادرم صنم امانت دادم. جرمم تنها این بود که با رویا شریک بودم و این راز مخفی کردم. برای همین فقط 6 ماه زندانی شدم. از سوی رویا هم همه جرم را عذابه کردن گرفت چون جرمش دفاع از انسان دیگر بود و حکومیتش نصف شد و 2 سال و 6 ماه زندانی شد. در این 2 سال صنم در کما رفت. یگانه کسی که همه حمایتم کرد و کنارم باقی من رضوان بود. ما دوستان خوبی شدیم، دعا میکردیم صنم خوب شود، چون نمیخواستم موجب از بین رفتن کسش هم که از همه بیشتر هم صنم که خودش را به خاطر ما در آب آتش زد و هر چی کسی به خاطر ما بود. کس دیگر هم بدون ما و پدرم. صنم خیلی دعا کرد. رضوان معلوم بود که صنم را خیلی دوست دارد. هر روز میرفت شفاخانه و احوال صنم را جویامش. روزی نبود که تنها هم گذاشته باشد و این که دوست داشتن و عشق ورزیدن هیچ ربطی به رابطه خونی نداره، فقط باید انسان باشه. صنم هم از شفاخانه مرخص شد. چند روز که گذشت رضوان دیوانه آمد خواستگاری و با توافق پدر مادر صنم نامزد شدن. یک جوره عالی خوشبختن. ماها همینطور گذشت. رویا هم آزاد شد. یک خانواده عالی و دور از خشونت شدیم. کردیم که هیچ وقت درباره گذشته تلخ و پسرمان نگویم و این ماجراها مثل یک راز باقی بماند. رضوان هم با صنم ازدواج کرد. نظر بعد دور بماند از چون خیلی خوشبخت هستند. میتوانند بویم زیباترین جفتی که تا حالا دیدم. من رویا تصمیم گرفتیم با پسر ما بشیر جان به خارج برویم. هم اتفاقات تلخ از اینجا شروع شد و در همینجا به پایان برسد. نمیخوایم وقت به هر طرف نگاه کنم به یاد آن خاطرات دردناک بیفتم. میخوام پسرم و خانمم دور از گذشته گذراندیم بگذرانند. ممنون از همه شما عزیزان که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای حمایت ما کافی است ویدیو را لایک نموده و اگر میخواهید که داستان‌های ترسناک دیگر را هم تماشا نمایید حتما چینل ما را سابسکرایب نمایید.